بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز همگی انشاءالله صحت و سلامت باشید و همیشه به سبب شما این درس هایم بر دوام برود. امروز یکی از موضوع های مهمی می توانیم بگویم اجتماعی، یا یکی از موضوع های مهمی که باید هر یک تاجر آن را بداند و خیلی برای تاجران اساساً رابطه دارد گفته میگذاریم، چون سوره که امروز ما تفسیرش را انشاءالله میخوانیم سوره مطففین است. یعنی درباره آنهایی که در وقت فروختن مردم را فریب میکنند، در وقت خریدن باشد حقشان را یگان تین نمانده میستانند. درباره آنها هست. و اگرچه تجارت، خواهران عزیز، یک مقدمه گفته گذاریم، تجارت از کسب های حلال است و پروردگار در سوره بقره میگوید و احل الله البیع و حرم الربا، ما برای شما تجارت را حلال کردیم و ریبا و پرسنت را حرام کردیم. کسب حلال است، ولی وقتی به این کسب حلال فریب و نیرنگ از ترازو زدن و از متر زدن داخل می شود یا قسم های دروغ داخل می شود، این تجارت حلال را به یک معامله حرام و پر از گناه تبدیل می دهد. و انشاءالله در رفت درس می بینید که چقدر خطرناک است حتی 1 گرم را دیده و دانسته از ترازو زدن که بر فایده من شود. پروردگار در سوره مطففین میگوید، سوره را بعضی از علما میگویند در مدینه نازل شده است، بعضی ها در مکه، ولی قول راجحش این است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه می آیند، تاجران مدینه از بدترین انسان ها بودند در مسئله فروختن، که وقتی می فروختن با ترازوی مخصوص می فروختن، در وقت خریدن با ترازوی مخصوص می خریدن. یعنی در وقت فروختن از پله ترازو می زدن، در وقت خریدن حق خود را به پورگی می گرفتن. و بعد از نازل شدن همین آیت، حدیث در سنن نسائی هست که بهترین تاجران اهل مدینه بودند و تا امروز هم هستند، آنهایی که دیگر بعد از نازل شدن این آیت ها از حق مردم ترسیدن و اصلا از ترازو نمی زدن. الله میگوید ویل للمطففین، وای بر حال مطففین. معنی مطفف چی هست؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وای بر حال مطففان، هلاک باشند اهل مطففین. و مطففین کی هستند؟ الله میگوید وقتی که آنها از کسی خرید میکنند، یستوفون، حقشان را به پرگی میگیرند، یگان تین و یگان گرم خود را در فروشنده نمیگذارند. اما و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی چیزی را وزن میکنن، چیزی رو کیلو میکنن یا با لیتر میفروشن، یخسرون، از ترازو میزنن. یعنی چی کار میکنن؟ به جای 1 کیلو 900 گرم، به جای 1 لیتر 900 یا 800 گرم در وقت فروختن از ترازوها میزنن. و کلمه ویلی که الله میگوید وای بر حال این گونه فروشنده ها، بعضی از علما میگویند به معنای عذاب آخرت است. عبدالله ابن عباس میگن این ویل نام از وادی های جهنم است که مخصوص است برای این گروه. و درباره تاجران چه خیلی که گفتیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در ترمذی است، میگن التاجر صدوق امین مع النبیین و صدیقین و شهدا. هر تاجری که در تجارت خود صادق و امین باشد، راستگو باشد، هر عیبی که در تجارتش یا در همون کالایش هست بگوید و امانتدار باشد، همون گونه که خودش خریداری وقتی میکند میخواهد معامله تاجر با او باشد، همین گونه با مردم معامله کند. یعنی هر چیزی که به خود حلال میدانی به دیگرها هم روا دان. این گونه تاجران را پیامبر میگن، این گونه تاجران جایشان همراه پیامبران، شهدا و صدیقین است، چون تاجری راستگو بودن، تاجری امانتدار بودن خیلی جهاد میخواهد. مسئله وقتی مسئله پول شد، خیلی میدانید از یک طرف شیطان، از یک طرف نفس آدمیزاد نمی
میگذارد که شما در تجارتتان صادقانه و امانتکار باشید. اما از طرف دیگر در باب بی در صحیح بخاری پی در پی حدیث ها می آید که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یک طایفه که الله به آنها حتی در روز قیامت نظر میکند، بلکه با نظری غضب به آنها نگاه میکند، همان تاجرانی که با قسم دروغ کالای خود را میفروشند. قسم میخورند که این به این پول ارزنده است، قسم میخورند که این اصلا گران است و ارزان فروخته ایستادند، قسم میخورند که به گفته امروزه سکتکه شده ایستاده است. وای که چقدر صفی این گونه تاجران زیاد است. نرخ بار را خودش را به همه جا اعلام میکنند که ما ارزانش کردیم، در حالی که نرخ همون گونه بود. یا اینکه باره که مثلا با پول ارزان خریدن میگن من به این نرخ خریدم اما الان برزیانش فروخته ایستادم. یا تاجرانی که اصلا صفت هایی که در بار نیست از خودشان میگویند نه من همین گونه کرته رو چند سال پوشیدم، دخترم پوشید، دیگر میدونه در تاجر این چیزها. یا بعضی قسم خوردم میگیرم به خدا قسم از نرخش پایانتر است، به خدا قسم برای شما ارزان کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند به این گونه انسان ها، به این گونه تاجران الله به نظر غضب نگاه میکند. و این چونی درباره قسم دروغ خوردن در تجارت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند با قسم دروغتان شما کالای خود را به فروش میمانید اما برکت آن از بین می رود. یعنی از رفتن برکت تجارت، از اینکه یک گروه تاجران در حقیقت می بینید که سالها تاجر هستند اما همیشه گرسنه هستند، همیشه کمبغل هستند، همیشه نادیده هستند. از چه؟ از اینکه دروغ زیاد در تجارت خود دارند، گپ‌های دروغ در تجارت خود دارند، فریب زیاد در تجارت خود دارند. و به همین موضوع خواهران عزیز در مسئله تجارت اینجا که حدیثی هست، سبحان الله، امام البانی این را حسن گفتگی هستند. حدیث خیلی خیلی خطرناک است، یک تهدید است برای مردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن 5 چیز را میآورد. 5 چیز سبب آمدن 5 چیز می شود. وقتی که مردم عهد و پیمان خود را با الله شکستند، یعنی گفته الله را نکردند و همان گونه‌ای که باید مسلمانی کنند نکردند، پروردگار سلط الله علیهم عدوهم، بالای آنها دشمن را مسلط میکند. هر مسلمانی که، هر دولت مسلمانی که از گفته الله سرکشی کرد و موافق گفته الله زندگی نکرد، بالای او دشمنش مسلط می شود، یا گفتیم دشمن او را زیر دست می کند. در دوامش می گویند هر کسی که حکم الله را کنار گذاشت و با حکم الله عمل نکرد، الله بالای آنها کمبغلی می آورد. یعنی هر دولت مسلمانی که گفته الله و پیامبر را در رفت حکومت داری جاری نکردند، به جای این قانونهای ساخته و بافته خودشان را کردند، بدانند که کمبغلی آنها را احاطه میکند، سری آنها کمبغلی می آید. و در دوامش میگویند هر جایی که در آنجا زنا و فاحشه نمایان شد یا گفتیم آشکار شد، در آن جامعه، در آن مردم طاعون می شود. طاعون یعنی بیماری ها، وبا می آید. 1001 وبا داریم، هر سال و هر ماه یک کسلی گذرنده، یک کسلی که دوا ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بدانید که وقتی آشکارا یا گفتیم زنا زیاد شد در جامعه، به آنجا بیماری سرایت کننده و وبا و بی‌درمان ها می آید. و هر وقتی که مردم ما تفف الکیل الا منع النبات، سبحان الله، هر وقتی که مردم از ترازو زدن، در وقت فروختن خریدار رو فریب کردن، پروردگار از آنها باران را باز می داراند، بالای آنها باران نمی بارد و اخذو بسینین و قحطی آنها را فرا می گیرد. هر دولتی که قحطی هست، هر دولتی که گرسنگی هست، بدانید که آنجا تاجران بی انصاف حرامخوری هستند که از حق مردم می زنند. و در دوامش می گویند و هر وقتی که مردم
زکات رو من کرد، الله به آنها باران رو هم من میکند. یعنی دو چیز سبب بیبارانی و سبب بیبرکتی حیات مردم میشود. یکی از ترازو زدن یا گفتیم فریب کردن در فروختن، دیگر ندادن زکات، دیگر ندادن زکات که سبحان الله اینجا اگر حدیث رو نگاه کنید تقریبا همه اینها رو در اکثریت مردم امروزه دیده می شود که مردم زیر دست دشمن هستند، مردم در فقر زندگی میکنن، هزار و یک درد و کسلی دارن، مردم از بیبرکتی شکایت دارن. وقتی میبینید گفته ای الله را یک سو گذاشتن، به گناه های کبیره مثل زنا نترسیده دست زدن و به حق قوم بغل و حق مردم اصلا در حرام بودن آن رعایت نکردن. و اینجا مالک ابن دینار میگویند همسایه داشتم که پیش از مرگش فقط داد میزد که من دو کوه از آتش جهنم رو از آتش رو میبینم، من دو کوه از آتش رو میبینم. سپس یک فهمیدم که او دو پهله ترازو داشت یا دو تا ترازو داشت، با یکی خودش میفروخت، با دیگری خودش میخرید. یعنی برای خریدن که حقش کم نشود، خودش که فریبگر است گمان میکرد همه فریبگر هستند، به ترازوی دیگران باور نمیکرد. اما وقتی میفروخت با ترازویی که از آن حق مردم رو میزد با آن میفروخت. که پیش از مرگش میگن من شاهد شدم که چگونه میگفت من دو تا کوه از کوه آتش رو میبینم. پس خواهران عزیز، اگر تاجر هستید در تجارت خود از الله بترسید و اگر خیش و تبار تاجر دارید که خیلی گفتم خیلی و خیلی دشوار است وقتی یک تاجر صدوق و امین باشد، ولی اینجا رو نگاه کنید که الله چی میگوید؟ ویل للمطففین، وای بر حال اینها، وای بر حال آنهایی که دارن حق مردم رو میخورن. در دوامش الله میگوید در آیت 4: الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. این مردمی که حق مردم رو میخورند، از ترازو حق مردم رو میزنند، اینها مگر گمان نمی کنند که یک روزی هست که از نو زنده می شوی، یک روز بازگشت داری و آن روز روز بزرگ است، روزی که در پیشگاه پروردگار تو راست می استی، سوال و جواب می کنی. یعنی پروردگار می گوید هی آنهایی که حق مردم را نترسیده می خورید، شما به این حق مردم و به این حرام خورده های خود جواب می دهید. روز می آید که آن روز روز عادی نیست، آن روز مثل سود و محاکمه های دنیوی نیست. آن روز شما در پیشگاه پروردگار قرار خواهد داد، راست خواهد ایستاد و آنجا پرسیده می شود که چی کار کردی با آن پول مردم. و اینجا می گویند اعرابی بادیه‌نشین با عبدالملک ابن مروان. عبدالملک ابن مروان از خلیفه های اموی هست که در زمان خود اگرچه خیلی فتح‌های بزرگ کرد ولی ظلم هم کرده بود. میگویند یک اعرابی به عبدالملک ابن مروان میگوید تصور کن وقتی تاجران همه پول مردم رو نمیگیرند، یک قسمی از آن رو با فریب میگیرند و الله به آنها وعید کرده است که شما در پیشگاه الله جواب میگویید. پس حالی تو بر این انسان هایی که پول مردم رو میگیره چی میشده باشد؟ یعنی حالا در همین آیت الله این همه وعید، این همه وعده های دوزخ و عذاب را برای آنهای گفته ایستاده است که آنها یک مقدار پول مردم را در وقت فروختن کالا میزنند، میگیرند. اکنون تصور کنید چی می شود حال آنهایی که تمام مال مردم را میدزدند یا تمام مال مردم را غصب میکنند که از آن من است یا اینکه این از آن من است. گویان بالای به یگان ترس پول و مال مردم را تاراج میکنند. در دوامش الله چی میگوید؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که شمایان در پیشگاه پروردگار راست میستید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آن روز 1000 سال است، در حدیث میگویند 100 سال است، در حدیث میگویند 300 سال است و در خود حدیث ها آمده است که بعضی ها در عرق خود غرق می شوند
از گرمی و از عذاب در عرق خود غرق می شوند. بعضی ها عرقشان تا نرمی گوش از ریختن عرق خود تا اینجا غرق می شوند، بعضی ها تا کتف، بعضی ها تا پا. ولیکن آن روز را پروردگار اگرچه برای کافران و برای حرامخوران مانندی 100 سال و 1000 سال و 300 سال میگذرد، ولی عبدالله ابن عباس میگویند برای مؤمنان قدر صلاتهم الفریده، مانندی یک نماز فریضه خوانی میگذرد، چون که الله میگوید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بدانید که اولیای الله، دوستان الله، آنهایی که به الله ایمان دارند و از الله میترسند و پیوسته عملهای صالح میکنند، برای آنها هیچ ترسی نیست و هیچ غم و اندوه نیست. آنها از آن فزع یا از آن عذاب روز قیامت در امان هستند. اما آنهایی که در گناه هستند و آنهایی که در کفر هستند، برایشان آن مدت مانند 1000 سال و چند صد سال میگذرد. در دوامش الله میگوید کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین و ما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. هرگز همان گونه‌ای که شما فکر میکنید دنیا و آخرت آن گونه نیست. همان گونه‌ای که چه خیل خواهید زندگی کنید، به حضور چی کار خواهید کنید، بعد از این خیلی با یک آسودگی بمیرید و در آن دنیا در راحت باشید. چگونه که کافران وقتی نفر از آنها میمیرد میگویند دیگر او به استراحت رفت یا دیگر الان آرام میخوابد. الله میگوید نه، کلا، اصلا این گونه نیست. کتاب فاجران، کتاب اهل گناه در سجین است. و سجین را در تفسیر قرطبی اکثریت قولها به آن آمده است که در زمین هفتم، در هفتم قبط زمین که نامه اعمال گناهگاران و فاجران در آنجا میماند. و بعضی از علما میگویند نه، سجین یعنی در چقوری دوزخ می باشد. کارهای کرده شما، عملهای شما، خود شما با آن کرده هایتان داخل سجین می شود که میگویند چقوری در دوزخ است. اما خود امام قرطبی گشته و برگشته میگویند سجین در زمین هفتم است. یعنی چقدر که یک مؤمن عملهای کرده اش بالا تا نزد پروردگار برآورده شود، یک آدم کافر و فاسق گناههای کرده او نوشته زیر زمین شدن میگیرد. و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. و الله میگوید تو چی میدانی درباره سجین؟ اما اینجا میگوید اینجا یک کتابی هست مرقوم با رقم هایش، یعنی میگوید نامه اعمال شما، کرده های شما رقم به رقم، صحیفه به صحیفه، کلمه به کلمه نوشته شده است. ویل یومئذ للمکذبین. پس وای بر حال دروغگویان در روز قیامت. آنهایی که دروغ میگویند، دروغ میشمارند زنده گشتن بعد از مردن را، دروغ میشمارند حساب کتاب را، در پیشگاه پروردگار جواب دادن به عملها را. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم. و روز قیامت را دروغ نمیشمارد مگر آنه که معتدی، یعنی معتدی ظالم در حق مردم، در حق مردم رعایت نمی کند حقوق مردم را و بالای مردم جور و ظلم می کند و باز اثیم است، یعنی گناهگار است. و بر ضمن این که او نه حق مردم را می داند و نه حق خود را میداند و پروردگار را میداند، اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. وقتی به او آیت های پروردگار خوانده شود، وقتی به او از دین الله گفته شود، میگوید اساطیر الاولین، افسانه های قدیمه، افسانه نگو. و این کلمه کفر است و حتی گوینده اش به چون و چرا وقتی این را میگوید کافر است. وقتی به او از حدیث میگویی، یعنی حدیث صحیح، یا به او قصه از قصه های قرآن یا آیت قرآن را میخوانی، میگوید افسانه نخوان،
الله صفت اهل دوزخ و کافران رو به ما میگوید که اینها چی میگویند؟ اساطیر الاولین، افسانه های قدیمه هست. یعنی درباره قرآن و درباره آیات های الله که پناه به الله چقدر زیاد هستند. به گفت مسلمان و از طلاق و از نکاح میترسیده و جنازه میگفتگی ها، اما وقتی که به آنها از آیت از حدیث گفته شود میگن افسانه های پیشتره را نگو، به من افسانه نخوان. این افسانه نیست، این افسانه نیست، این آیت پروردگار است که با همین کلام بمیری تو اصلا جنت را نخواهی دید. در دوامش الله میگوید کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. چرا اینها افسانه ها میگویند؟ چرا اینها نه به حدیث باور دارند نه به آیت؟ علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. گناه های کرده اینها قلب های اینها را کاملا قلف کرده است یا پوشیده است، یا گفتیم قلب های اینها مهر زده شدن، سنگ بستن از گناه ها. حدیث در ترمذی هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی انسان گناه میکند نقطه سیاه در قلبش پیدا می شود و اگر باز گناه کرد باز یک نقطه سیاه، باز یک نقطه سیاه. همین گونه این نقطه سیاه قلب را پر میکند و دیگر آن قلب هیچ چیز را قبول نمی کند. اما مؤمن اگر در حدیث دیگر آمده است گناه کرد و استغفار کرد، آن نقطه سیاه از قلبش پاک می شود. الله چی میگوید؟ اینقدر گناه کردید، اینقدر گناه کردید که دیگر قلب شما نه راه راست را مییابد، نه قلب شما حقیقت را قبول میکند. پس خواهران عزیز، وقتی یکی دیدید که قلبتان برای نماز باز نیست، قلبتان برای عمل صالح به شما اجازه نمیدهد، قلبتان وقتی قرآن را شنیدید تپ میزند که نه برو از اینجا بخیز، بدانید که گناه های پنهانی دارد که به شما اجازه نمیدهد. پروردگار قلب ما را منور کند با استغفار و با عمل های صالح. قلبی که انسان به گناه نمی شود، اما برای تازه کردن آن نقطه های سیاه قلب تا که قلب شما کاملا پوشیده نشود، باید از پس گناه ها یک بار استغفار کنیم، استغفرالله گوییم و به عمل های صالح دست زنیم. و الله چی میگوید؟ کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. عمل های گناه های کرده شما قلب های شما را محکم کرد، قلب های شما را کاملا پوشانید. دیگر چیزی نه از حق، نه از آیات، نه از حدیث، نه عمل صالح به آن راه می‌یابد. این بود آیت 14 36 آیت است، خطا نکنم الله نصیب کرده باشد. از آیت 15 میگیریم درس دیگر.